امروز بالاخره بعد چند سال تصمیم گرفتم که تولدمو جشن بگیرم. راستش ماها که تنهایی مهاجرت میکنیم تو سن کم انقدر درگیر کار و زندگی روزمره میشیم که خودمون رو فراموش میکنیم. پس من امسال تصمیم گرفتم که یه تولد پینترستی واسه خودم بگیرم. اول از پینترست تم تولدمو انتخاب کردم که تمش سفید و صورتی و روز گلد شد. بعدش اومدم یه لباس انتخاب بکنم واسه تولدم، ولی خیلی سخت بود چون که تنوع رنگی تو روسیه خیلی کمه. کلا روسا زیاد اهل رنگ و اینا نیستن. بعدش هم سفارشایی که از اوزون داده بودم واسه تولدمو تحویل گرفتم که یه سری بادکنک و روبان و اینجور چیزا بود. برای اینکه تولد خیلی رویایی تر بشه چیز مورد علاقه دخترا یعنی تاجم سفارش دادم. شبیه ترین تاج به کارتون باربی دریاچه قو همین بود. و البته اکلیل برای ریختن روی کیک. ما برای این تولد نیاز داریم به تعداد زیادی بادکنک سفید و شمعای سفید. بعدش هم باید همه بادکنک‌ها رو روبان و پاپیون بزنید و بچسبونید به سقف. ادامه ویدیو تولد بازی تو ولاگ بعدی.